سلام، دانیاش هستم. امروز چهارشنبه 6 دی. خیلی خوشحالم که دوباره یه فرصتی شد که با هم دیگه بتونیم صحبت کنیم. خب تا الان نزدیک 5-6 تا قسمت رو ضبط کردیم و خیلی احساس خوبی دارم. حالا توی پست اولم گفتم من خیلی دوست داشتم که این کارو بکنم و چندین سال عقب مینداختمش، اما خب یک موقعیتی برام پیش اومد که به همراه دوستانی که داریم باشون کار میکنیم یک گروهی رو درست کنیم و این برنامه‌مون رو شروع کنیم. همونجوری که من توی یه از ویدیوام بهتون گفتم که هیچ وقت برنامه‌ای که دارین یا هدفی رو که دارین نندازین عقب‌تر، همون روز شروع بکنین. و هر کار بزرگی بالاخره یک روزی شروع شده و کوچیکم شروع شده، مثل این کار. و انشالله که کم کم بزرگ بشیم، شما هم کاراتون رو شروع کنیم، مال شما هم بزرگ بشه. بریم که فال امروز رو بگیریم. نیتاتون هم انجام بدین که درست بشه. خب بریم از آخراش بگیریم. غزل شماره 466. این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، وین دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولا. چون عمر تباه کردم چندان که نگه کردم، در کنج خراباتی افتاده خراب اولا. چون مصلحت اندیشی دور است ز درویشی، هم سینه پر از آتش هم دیده پرآب اولا. من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت، این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولا. تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زنده است، در سر هوس ساقی در دست شراب اولا. از همچو دو دلداری دل بر نکنم آری، چون تاب کشم باری زان زلف تباب اولا. چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون آی، رندی و هوسناکی در عهد شباب اولا. شعر جالب و خوبی بودش، یه حس و حال باحالی داشتش، یعنی مثل اونای دیگه سنگین نبود. حالا بریم معنیشو بخونیم ببینیم چی گفته. اول براتون تفسیر عرفانیشو میگم. گفته خرقه‌ای که به تن دارم بهتر است در گرو شراب باشد و این دفتر حقیقت بیدانش ما بهتر است با شرابی ناب شسته شود. در مفهوم این شعر میتوان گفت دلدادگان دوست که دل از یار بر نمیتابند، خواهان آنند که پیوسته در رنج و عذاب فراق او بمانند، چرا که این تنها راه رسیدن به او خواهد. خیلی عاشقانه بود. تعبیر غزلم نوشته که کسی شما را دوست دارد، به شما عشق می‌ورزد و برای شما دعا می‌کند، دستشون درد نکن و دعای خیرش پشت سرتان است. پس سعی کن قدرش را بدانی و اگر میشناسیش از او قدردانی کن، که قدر زرگر شناسد، قدر مس را مسگری. انشالله کامیاب میشوی. این تعبیری که کردش من بیشتر یاد مادر پدرم افتادم. همه ما فکر میکنیم، یعنی مطمئنیم که یه انرژی داریم که یک نفری داره برای ما آرزو میکنه، آرزوی خیره، یک نفری پشتمون هستش و کار داره به ما انرژی میده و فکر میکنم برای همه ما میتونه این مادر پدرمون باشه. یعنی قبل از اینکه بخواین دنبال کس دیگه بگردین، اول از مادر پدرتون تشکر کنین و سعی کنین که همیشه رضایتشون رو داشته باشین، چون هیچ رضایت به نظر من قشنگتر از رضایت مادر پدر آدم نیستن. انشالله که همیشه اگر مادر پدرتون هستن سایه‌شون بالای سرتون باشه، اگر هم نیستن که خدا بیامرزتشون، مطمئن باشین خودشون هم نباشند انرژیشون یا روحشون با شما هستش. دستتون در نکنه. مرسی که ما رو حمایت میکنید. مرسی که تا اینجای برنامه با ما بودین. فردا میبینم.